دوستان عزیز میبینید که دستگاه الان در حال پمپاژ بتونه. از اول صبح شروع کردیم، این فونداسیون تموم شده، فونداسیون بعدی رو داریم میریزیم و خوبه، در کل در حال کار و بتون ریزی هستیم. این هم پشت دستگاه، میکسرامون در حال تخلیه بار در دستگاه. دستگاه که با بنده است. بله این میکسر شده، الان میکسر بعدی باید بیاد پشت بار. منم باید الان دکل رو میزون کنم، امیدوارم بتونم نشونتون بدم. در کل این دستگاه انتقال بتون، پمپ انتقال بتون یا پمپ دکل بهش میگن و کار باش تقریبا میشه بگیم مشکله. البته باید یه مقدار فنی باشی و دستگاه 4 تا بتونی با این دستگاه کار کنی. امیدوارم بتونم مثل باشم توضیح کلی داده باشم راجع به و به همتون خسته نباشید میگم. درود بر شما، خدا نگهدار.